آیا ارسال عکس مستهجن در تلگرام جرم است؟ ارسال یک عکس در تلگرام حتی به دوستان و بدون شکایت جرم محسوب می شود. فردی که اقدام به ارسال این محتویات از جمله عکس، فیلم، صوت و غیره به صورت مستهجن می کند، گاهی برای دوست خود ارسال می کند و گاهی در گروه منتشر می کند. اما باید گفت در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه‌ای عمل فوق جرم است، اما مجازات متفاوتی دارد، بدین شرط که الف اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از 10 نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود و ب اگر به 10 نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد، یعنی هم حبس و هم جزای نقدی. توجه داشته باشید که لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند، بلکه این جرم غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام قضایی و انتظامی متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. دپارتمان جرایم رایانه‌ای سپاه.